مهر و موم عالی بود. صدها سال دست نخورده باقی ماند. ما نمیتونیم این رو با منطق توضیح دهیم. این کار خدایان است. خدای من، این چه وحشتی است؟ نمیدانم، اما باید دلیلی داشته باشد. این کار انسان ها نیست. نفرین بلند واقعیت داره. خدایان از ما روی گرداندند. اینا همش کار آدم هاست. سنن. نفرین ها داستان هستند. گفته شده توسط کشیشان تا مردان را از مقبره هایی مثل اینجا دور نگه دارن. چگونه با یک سایه مبارزه می کنی؟ چگونه چیزی را که دیده نمی شود می کشی؟ گردند. آنها خدایان رو خشمگین کردند. این خواست الهی است. سخن گفتن از نفرینها ترس رو منتشر می کند.